باشد، اما جایز هست، یک عادت هست، مردم این کار را انجام میدن. اگر کسی این کار را انجام میدهد نباید که این سبب اختلاف و در واقع ناراحتی باشد، جایز هست. و روایتی هم که در این زمینه آمده گرچه ضعیف هست، بسیار از علما معتقد هستند که میشه بر اون عمل کرد و این رو حسن دانستند. اگر اشتباه نکنند علامه ابن حجر رحمت الله علیه این روایت رو گفته که حسن هست. اگر کسی که قتل کرده اگر قصاص شود در قیامت باز هم گناه بر گردنش هست. از نظر شرعی حدود و کفاراتی که در دنیا وجود دارند، حد یعنی مجازات شرعی که در دنیا وجود دارد، مثلا برای تهمت زدن یا برای شراب که شلاق هست یا مثلا برای قتل که قصاص هست و بقیه مواردی که هستند، این حدود و که در شریعت اسلامی وجود دارند اینها در واقع کفاره برای گناهان شمرده می شوند. یعنی کسی که قتل کرده اگر که قصاص بشود گناهی دیگر برگردنش باقی نمی ماند. کسی که به زنش گفته تو خواهر و مادر منی، آیا زنش طلاق می شود؟ خیر، طلاق نمی شود. این جمله طلاق نیست. در زمان جاهلیت و قبل از اسلام این یک نوعی از انواع طلاق بود. یعنی اگر یک آقایی به زنش میگفت که تو خواهر و مادر منی، در زمان جاهلیت این زنش در واقع طلاق میشد و این رو یک نوع طلاقی میشمردند و زن و شوهر از همدیگر در واقع جدا میشدند. و در ابتدای اسلام در مدینه منوره یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم به نام اوس بن صامت که آدم پیرمرد و سال خورده هم بود، این در واقع ناراحت شد و به زنش گفت که تو خواهر و مادر من هستی. این جمله را به کار برد و گفت که پس بنابراین از همدیگر جدا شدیم و طلاق شدیم. زن هم که خوله بنت ثعلبه رضی الله عنها بود خیلی ناراحت شد، رفت پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم که شوهرم در واقع زهار کرده از من. این اسم حکم شرعیش، نام شرعیش زهار هست. یعنی این حرف رو زده، الان حکمش چی هست؟ آیا ما بر همدیگر حرام شدیم یا اینکه حرام نیستیم؟ و این آیات ابتدای سوره مجادله در این زمینه نازل شد. حکم شرعی برای زهار یعنی این که یک فردی به زن خودش بگوید که تو خواهر و مادر من هستی و نیتش حرمت باشد و نیتش حرام بودن باشد. اگر کسی به زن خودش بگه تو خواهر منی، تو مادر منی و هدفش احترام باشه، گرچه این حرف مناسبی نیست، انسان باید پرهیز بکنه از این جملاتی که دو پهلو هستند. اگر نیتش احترام باشه، نیتش محبت و دوستی باشه، نیتش این باشه که تو برای من خیلی عزیز هستی، این حرام نیست و حکم شرعی ثابت نمی شود، نه طلاقی هست و نه زهاری. اما در صورتی که نیتش حرام بودن باشد، یعنی همان گونه که خواهر و مادر من بر من حرام هستند تو همان گونه بر من حرام هستی، این حکمش طلاق نیست، حکمش زهار هست که الله متعال این حکمش را در آغاز سوره مجادله در واقع بیان کرده که والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبه، آنهایی که از زنهای خودشان زهار میکنند، یعنی به زنهای خودشان میگویند که تو خواهر و مادر من هستی، حکمش این است که باید کفاره بدهند و کفارش این است که در مرحله اول باید یک به اصطلاح برده آزاد بکنند. اگر کسی برده نبود، مانند الان که برده وجود ندارد، در ادامه آیه الله متعال میفرماد فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من
من قبل ان یتماسا، اگر که برده نبود باید این فرد، این شوهر، آقایی که این حرف رو زده، باید 2 ماه پشت سر هم بدون وقفه روزه بگیرد، بدون این که با همسرش همبستری بکند. یعنی ابتدا 2 ماه پشت سر هم باید روزه بگیرد، بعد از این که 60 روز روزه گرفت، بعد از آن میتواند که با همسر خودش همبستری بکند. و اگر یک فردی فرض کنیم که توانایی روزه گرفتن را نداشت، یک حکم بعدی هست که فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکین. اگر کسی نتوانست که به اصطلاح 60 روز روزه بگیرد، حکمش این است که به 60 مسکین غذا بدهد. 60 نفر فقیر و مسکین را جمع بکند، به آنها غذا بدهد. بعد از این که به 60 نفر مسکین غذا داد، برمیگردند به زن و شوهر همدیگر هستند و زندگی خودشان را ادامه بدهند. اما طلاقی در این زمینه واقع نمی شود. این حکم زهار هست و طلاق نیست. نماز وتر را 1 رکعت بخوانیم درست است یا حتما باید 3 رکعت بخوانیم؟ آن چیزی که بیشتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده این است که 3 رکعت نماز وتر می‌خواندند. نماز وتر 3 رکعت هم جایز هست، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت، این از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. و 1 رکعت به صورت جداگانه هم وتر خواندن از نظر شرعی جایز هست، که یک فردی بعد از اینکه نماز عشا را خواند و بعد از اینکه به طور مثال 2 رکعت نماز سنت را خواند، 1 رکعت نماز وتر بخواند. این از نظر شرعی اشکالی ندارد. اما این که یک فردی به طور مثال نماز شفع نمیخواند، یعنی 2 رکعت قبلش را نمیخواند، صرفا فقط 1 رکعت نماز وتر را بخواند، بسیار از علما گفتند این مکروه است، زیرا که عملا رسول الله صلی الله علیه و سلم 1 رکعت میخوندند. اما بنابر روایتی که در صحیح بخاری و مسلم آمده، رسول الله صلی الله علیه و سلم شبها مثلا نماز 2 رکعت میخواندند. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی مثنا و یوتر برکعه. رسول الله 2 رکعت میخواندند و بعدش 1 رکعت میخوندند. اما این که عملا رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط 1 رکعت خونده باشند که قبل از آن نماز دیگری شفعی نخونده باشند، این از عمل رسول الله ثابت نیست. به خاطر این بسیاری از علما معتقد هستند که این مکروه است. اما از صحابه ثابت است، عبدالله ابن عمر و تعداد دیگر این را میخوندند و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نماز وتر 1 رکعت در آخر شب هست. اولاتر و بهتر این است که انسان همون وتر کامل را بخواند، یعنی سعی بکند که 3 رکعت را بخواند. حداقل کمال همون 3 رکعت هست، یعنی این که انسان در هنگام که وقتی که میخواد نماز وتر را بخواند 3 رکعت بخواند. اگر 5 رکعت خواند، اگر 7 رکعت، 9 رکعت خواند، باز هم اشکالی ندارد و جایز است. اگر 1 رکعت خواند، قبلش هم مثلا 2 رکعت نماز سنت خونده بود، باز هم از نظر شرعی اشکالی ندارد و درست است. من یک مادر باردارم که شکر دارم، باید انسولین بزنم؟ آیا با انسولین وضو را میشکند؟ برای کسی که بیماری قند یا دیابت دارد و باید انسولین تزریق بکند، خود این تزریق انسولین این شکننده وضو نیست و بالفرض اگر خونی خارجم بشود، دیدگاه جمهور علما این است که وضو باطل نمی شود. دیدگاه جمهور علما
مذهب امام مالک، مذهب شافعی و جمهور علما این است که اگر از یک جای بدن انسان خونی خارج شد، این جز شکننده های وضو شمرده نمی شود. منتها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این رو جز شکننده های وضو دانستند، به شرطی که خون در واقع خارج بشود و به ظاهر پوست برسد. اگر صرفا به یک اندازه یک نقطه خیلی ریزی ظاهر شد و از مکانش تکان نخورد، در مذهب حنفی هم جز شکننده های وضو شمرده نمی شود. اما اگر که جاری شد از اون مکانش، از روی پوست مثلا تکان خورد، این جز شکننده های وضو در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شمرده می شود. اگر شما برایتون سخت وضو گرفتن، میتونید بر نظر جمهور علما عمل بکنید و که وضوی لازم نیست. اما اگر که برایتون راحت هست، میخواید بر مذهب حنفی عمل بکنید، باز هم از نظر شرعی ممانعتی وجود نداره و از این وسوسه خارج میشوید. خواندن نماز با دست باز باطل است؟ نه، نماز با دست باز باطل نیست. بستن دسته ها در نماز سنت از جز واجبات و جز فرایض نماز نیست. الان اگر کسی ولو این که اهل سنت و الجماعت هست، به طور مثال بنابر عذری مثلا یا اصلا بدون عذر مثلا دستهایش رو باز گذاشت، این خلاف سنت انجام داده. اما
الله رسول الله یعنی نماز الان شروع می شود، بلند بشوند بیاین برای نماز خوندن. اصل فلسفه اذان و اقامه این هست، کسی که تنها به صورت منفرد، الان مردی باشه یا زنی در خانه نماز می خوانند، لازم نیست و واجب نیست که اذان و اقامه بگویند. اما اگر کسی دلش خواست اذان و اقامه در واقع گفت، ممنوعیتی هم وجود ندارد، ممنوعیتی وجود ندارد، اما از نظر شرعی واجب هم نیست. دیدن زن برهنه در موبایل چه حکمی دارد؟ تفاوتی ندارد که به اصطلاح این زن برهنه عکسی باشد که شما میبینید یا واقعا یک زنی باشد. از نظر شرعی جایز نیست که شما به عورت کسی نگاه بکنید، خواه مرد باشد یا اینکه زن باشد. کسی که برهنه هست، انسان باید نگاه خودش را به اصطلاح پایین بیاندازد. جایز نیست که انسان فرد دیگری را نگاه بکند و حتی اگر که به اصطلاح یک زنی پوشیده هست و جایز نیست که شما با نگاه شهوت و نگاه ناسالم یک فردی را نگاه بکنید. اما در کوچه و بازار هستید و خواه و ناخواه مثلا کسی رو میبینید، زن و دختری رو مثلا میبینید و ممکن نیست که انسان چشم خودش را ببنده، اما این اشکالی نداره. اما این که با نگاه شهوت و نگاه ناسالم به اصطلاح نامحرم نگاه بکنید، الان به زن باشه یا مثلا زنی مردی رو با نگاه به اصطلاح شهوت انگیزی نگاه بکند، این از نظر شرعی اشکال دارد و جایز نیست. اگر کسی به همسرش بگوید برو خانه پدرت طلاق است، نه، صرفا این جمله طلاق نیست. این که بگید برو خانه پدرت یا از خونه من برو بیرون، این در اصل این جمله طلاق نیست، مگر این که هدفش طلاق دادن باشه. هدفش طلاق دادن هست، به جای طلاق جمله طلاق مثلا گفته که برو از خونه من دیگه برو بیرون، هدفش هم طلاق دادن باشه. این جز الفاظ کنایه هست. الفاظ کنایه بدون نیت طلاق واقع نمی شود، اما اگر کسی هدفش طلاق دادن باشد، در این صورت یک طلاق واقع می شود. من توانایی 2 قربانی رو ندارم، پدرم از دنیا رفته، آیا جایز هست که تنها برای پدرم قربانی بکنم؟ بهترین است که شما برای خودتان قربانی بکنید. بهترین است که شما در مرحله اول برای خودتان قربانی بکنید و پدرتان را هم نیت بکنید و بگویید که ثواب آن به پدرتان هم برسد. رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه انجام میدادند و یک به اصطلاح وقتی که گوسفندی رو ذبح میکردند، قربانی میکردند، میفرمودند این برای محمد و آل محمد هست. آل محمد یعنی خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب بسیار از اونها وفات کرده بودند، یا رسول الله برای خودش و برای امتشان مثلا قربانی میکردند. شما برای خودتان قربانی بکنید و پدرتان را هم نیت بکنید، هم به شما ثواب میرسد و هم برای پدرتون. و یک قربانی برای یک خانواده کفایت میکند، یعنی شما یک قربانی میکنید و نیتتون این است که این قربانی مال من و مال خانواده من هست، اصالتا مال شما هست، اما به پدرتان، به مادرتان، به تمام خانوادهتون هم در واقع ثواب میرسد و همه شریک هستید. اگر سر نماز هستیم و با درد داریم و روی صندلی نماز بخوانیم، نماز جایز است؟ اگر اصل بر این است که شما ایستاده نماز بخوانی، ایستادن در هنگام نماز یکی از ارکان نماز هست، جز فرایض هست، یعنی حتما باید به صورت ایستاده نماز بخوانیم. اما اگر کسی بنابر عذری نمیتوانست بایستد، نشسته نماز بخواند و اگر روی صندلی هم نشست، از نظر شرعی اشکالی ندارد برای کسی که عذر دارد، نمیتواند بایستد. اما کسی که توانایی ایستادن را دارد، اگر نشسته نماز بخواند، نمازش باطل هست.
به استثنای کسی که عذر دارد نمیتواند بایستد، برای این فرد از نظر شرعی اشکال ندارد، میتواند که نشسته نماز بخواند. بختک زیاد سراغم می آید، اذیتم می کند، چه کار بکنم؟ بحث بختک یا همون فلج خواب، حالا نمیدونم در زبان شما بهش چی میگن، در زبان محلی ما بعضی بهش وفسوک میگویند، یا بختکی که به اصطلاح معروف هست. این میتونه دلایل به اصطلاح متعددی داشته باشه. وقتی که انسان دچار این حالت میشه، احساس میکنه که بدنش سنگین شده، نمیتواند بدن خودش رو تکان بدهد، نمیتواند حرف بزند، به طور مثال احساس خفگی و سنگینی میکند، احیانا احساس میکند که روی سینهش مثلا یک بار سنگینی گذاشته شده، احساس ترس و وحشت میکنند. این حالت ها عرض کردم که دلایل مختلفی میتواند داشته باشد. احیانا مشکل روانی باشه، یا حالتی معمولا در آغاز خواب، در اول که انسان میخوابه یا بعد از این که میخواهد بیدار بشود، احیانا مغز انسان جلوتر از خودش مثلا بیدار میشود، یا مثلا بدن انسان به خواب رفته اما مغزش هنوز کار میکند. این حالت امکان داره که به اصطلاح به این دلیل باشه. اما اگر به یک دلیل به اصطلاح ماورایی باشه، یک کسی احساس بکنه که به طور مثال جن و شیطانی مثلا در این زمینه مثلا دخالتی دارن، بهترین موردی که در این زمینه به اصطلاح مؤثر هست، روایتی هست که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده که ابو مسعود بدری رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: من قرأ بالآیتین من آخر سوره البقره فی لیله کفتاه. هر کسی که در شبی دو آیه آخر سوره بقره را بخواند، از آیه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون از اینجا تا آخر سوره بقره را بخواند، فرمودند کفتاه، برایش کفایت میکنند. و معنی کفتاه این است که الله متعال او را از هر گونه رنجی و هر گونه مصیبتی و مواردی که مورد اذیت و آزارش میشوند او را الله متعال حفاظت میکند. و برخی از علما گفتند که معنیش این است که به اون ثواب قیام اللیل مثلا میرسد. اما معروف ترین معنیش این است که کفتاه یعنی این که الله متعال او را از هر گونه شر و گزندی کفایت میکند. شما حتما سعی بکنید که این مورد رو انجام بدهید، یعنی قبل از خواب دو آیه آخر سوره بقره را بخوانید. سعی بکنید که تکرار هم بکنید، این اولاتر و بهتر هست. و تجربه خودتون رو هم برای ما ارسال بفرمایید که ببینیم که برایتون مفید بوده یا نه. غیر از این هم سعی بکنید وقتی که میخوابید حتما با وضو بخوابید، حتما با وضو بخوابید. حتی اگر در حالت جنابت بودید یا خانمی در حالت عادت ماهیانه هم که باشد، بهتر این است که وضو بگیرد بعد از آن بخوابد. گرچه وضو این به اصطلاح جنابت را یا حالت فریدی را به صورت کلی از بین نمیبرد، اما سبب تخفیف جنابت می شود. و روش پیامبر هم این بوده که وقتی که شب میخواستند که در حالت جنابت اگر لازم بود که بخوابند، و ابتدا وضو میگرفتند و بعد از آن میخوابیدند. سعی بکنید که قبل از رکوع، قبل از خواب 2 رکعت نماز بخوانید یا نماز وتر را بخوانید، بعد از آن بخوابید. و حتما سوره اخلاص و فلق و ناس را بخوانید، 3 مرتبه بخوانید و بر روی دستهایتون فوت بکنید و دستها را بر کل بدن خودتون در واقع بمالید. و وقتی که به یادتون آمد، یعنی در حالت که بختک روی شما افتاده، اگر تونستی زبانتون رو تکان بدید و ذکری بکنید، نام الله را، لا اله الا الله را یا استغفر الله را، لا حول ولا قوة الا بالله را، یک ذکری رو به زبان بیاورید، انشاءالله که این حالت از شما برطرف میشه. القی فیها فوج سألهم خزنتها. آیا الله عزوجل همه جا هست یا بالای عرش است؟ ببینید عزیزان من، در مورد
الله متعال در مورد ذات آن نمیتوانیم که از طرف خودمان پیش داوری بکنیم و برای الله متعال صفاتی رو ذکر بکنیم که الله متعال اونها رو بیان نکرده، یا چیزهایی را از الله متعال نفی بکنیم که الله متعال اونها را از خودش نفی نکرده. معیار اهل سنت و الجماعت در این زمینه این هست که الله متعال در مورد اسما و صفات این است که الله متعال هیچ گونه شباهتی با مخلوقات ندارد و هیچ کدام از مخلوقات با الله متعال هم شباهتی را ندارند، نه در ذات و نه در اسما و صفات و نه در بحث ربوبیت و الوهیت. ذات الله متعال یگانه و بی همتاست و هیچ گونه مشابهتی با بندگانش در واقع ندارد و آن چیزهایی که ما جز لوازم به اصطلاح یک کاری میدانیم این لوازم برای بشر هست، برای الله متعال این لوازم وجود ندارد. در مورد این که الله متعال کجا هست روایتی داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم از یک کنیزکی پرسیدند که مسلمان هست آزادش بکنید و عقیده مسلمانان این است که الله متعال بر روی آسمان، بالاتر از آسمان، بر روی عرش است. الله متعال تقریبا در 7 مورد در 7 آیه از قرآن کریم این را با صراحت بیان کرده برای ما که الرحمن علی العرش استوى، که الله الرحمن بر روی عرش مستوی هست. استوا در زبان عربی تمام فرهنگ لغت ها را که شما نگاه بکنید به معنی استقره هست، به معنی علا و ارتفع هست، یعنی این که الله متعال قرار گرفت. و الله متعال با ذات بی مثال خودشان آنگونه که شایسته جلال و جمال و کمال الله متعال هست بر روی عرش قرار دارد و علم الله متعال و قدرت الله متعال، سمع و بصر الله متعال همه جا هست. الله متعال همه جا را می‌بیند. اما این که ما معتقد باشیم که الله متعال با ذات فیزیکی خودش همه جا حضور دارد، همه جا هست، چون این عقیده اهل سنت و الجماعت نیست. این عقیده منجر می شود به حلول و اتحاد و یک سری انحرافات و گمراهی هایی رو در واقع در پی دارد. اهل سنت و الجماعت در زمان پیامبر، در زمان صحابه، قبل از این که این بدعت های کلامی ایجاد بشود، همه معتقد بر این بودند که الله متعال بر روی آسمان ها و بر روی عرش قرار دارد و این که الله متعال بر روی عرش هست معنیش این نیست که الله متعال به مکان نیاز دارد. الله متعال به هیچ چیزی نیاز ندارد، غنی هست، از مکان و زمان فراتر هست الله متعال. اما آن چیزی رو که الله متعال در قرآن کریم برای خودش بیان کرده که الرحمن علی العرش استوى، این رو ما معتقد هستیم که الله متعال با ذات بی مثال و بلا کیف خودش که کیفیتش برای ما مشخص نیست بر روی عرش در واقع قرار دارد. آیات بسیار زیادی در قرآن کریم وجود دارد و دلالت میکنند بر این که الله متعال بالا هست، به طرف بالا و بالاتر از آسمان ها و بر روی عرش هست. این عقیده اهل سنت و جماعت است. طلای آب شده به صورت قسطی جایز هست؟ نه، طلایی که آب شده هست و خشت به اصطلاح طلای خام هست، این خرید و فروشش به صورت قسطی جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد طلا و نقره گفتند که حتما باید به صورت نقدی و دست به دست در واقع فروخته بشوند. هایی که جز
ورالات هستند. ابن قیم رحمت الله علیه نظرش بر این است که این گونه طلاها چون که از اصل ثمنیت و به اصطلاح وجه نقد بودن خارج شدند و به عنوان یک کالای مصرفی هستند، خرید و فروششون مانند بقیه کالاها به صورت قسطی و نسیه جایز است. اما چیزی که طلای آب شده یا خشت خامی باشد اون خرید و فروشش به صورت قسطی جایز نیست. آیا در حالت جنابت اگر لباس را می پوشیم آن لباس ناپاک می شود؟ نه، لباس ناپاک نیست. کسی که در حالت جنابت هست، خانومی که در حالت پریودی هست، به هیچ عنوان بدنش نجس نیست، عرقش نجس نیست، لعاب به اصطلاح آب دهانش نجس نیست. اگر به آبی به چیزی دست بزند نجس نمی شود، لباسی بپوشد عرق بکند نجس نمی شود. به هیچ عنوان اینها از دیدگاه هیچ کدام از ائمه اینها نجس نیستند، مگر در صورتی که بر لباس کسی به طور مثال نجاستی باشد. بر یک لباسی به طور مثال خانم و آقای با همدیگر زن و شوهری هم بستر شدند و این لباس آغشته شده مثلا به ترشحاتی، این یک بحث جداگانه هست. اما به منظورم همون ترشحات جنسی هست، به طور مثال منی یا مزی مثلا خارج شده باشه بر لباس اصابت کرده باشه، بحث جداگانه است. اما صرفا چون که این لباس را در حالت جنابت یا در حالت همبستری کسی پوشیده باشد این دلیل بر نجس شدنش نیست و عرق انسان در حالت جنابت از نظر شرعی کاملا پاک است. اگر کسی دست روی قرآن گذاشته است قسم خورده باشد الان پشیمان است، باید چه کار بکند؟ اگر کسی قسم خورد و اصل بر این است که قسمش را نشکند، اما اگر در یک موقعیتی قرار گرفت مجبور شد و قسمش را شکست، از نظر شرعی باید کفاره بدهد و کفارش همین است که به 10 نفر مسکین غذا بدهد یا اینکه لباس بدهد. غذا بدهد به 10 نفر مسکین در حد یک وعده نهار یا شامی غذا بدهد و یا این که لباس بدهد. و اگر کسی توانایی مالی ندارد به جای این که به 10 مسکین غذا یا لباس بدهد 3 روز روزه بگیرد، یعنی بعد از این که قسمش را شکست باید این کفاره را ادا بکند و وقتی که کفاره را داد گناهی دیگر برگردنش باقی نمیماند. آیا مرد و زن جایز است حمام بروند؟ اشکالی ندارد اگر زن و شوهر خواسته باشند که با هم حمام بروند، این از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد، ممانعتی ندارد، بلکه ثابت است از رسول الله صلی الله علیه وسلم که احیانا ایشان با همسرشان میرفتند با هم حمام میکردند و غسل میکردند. این از نظر شرعی اشکالی ندارد و کاملا جایز است. اگر کسی که مشکل ادرار دارد بعد وضو چند قطره ادرار خارج می شود وضوی شکسته؟ اگر کسی به اصطلاح مشکل داره و سلیس البول داره، نمیتونه ادرار خودش رو کنترل بکنه، این از نظر شرعی معذور هست. فرض کنیم که در طول روز قطراتی از ادرارش خارج می شود، الان به هر مشکلی که داشته باشد از نظر شرعی معذور شمرده می شود و حکمش این است که برای هر نماز جداگانه وضو بگیرد. برای برای نماز ظهر وضو گرفته، با این وضو میتواند نماز ظهر را بخواند، سنت های قبلیه بعدیه را بخواند، نماز نفل بخواند، نماز قضایی بخواند، بشیند قرآن را دست بزند تلاوت بکند، هیچ اشکالی ندارد. ولو این که بعد از وضو گرفتن یا در وسط نماز فرض کنیم که قطراتی از ادرار خارج شده باشد، وضوی این فرد با خروج چند قطره ادرار باطل نمی شود، با خروج وقت باطل می شود. یعنی به محض این که وقت نماز ظهر تمام شد و وقت عصر داخل شد وضوی قبلی باطل شده، برای نماز عصر باید یک وضوی دیگر بگیرد. این برای کسی هست که به صورت کلی نمیتواند که وضوی خودش را کنترل بکند. اما اگر که این به اصطلاح چند قطره خارج شدن فقط یک بار هست، در طول روز ادامه ندارد، به طور مثال وقتی که قضای حاجت میکنه دستشویی میرود چند دقیقه بعدش مثلا امکان دارد که خب این فرد دیگه
معذور نیست، صبر بکند، بعد از این که چند مجرای ادرار رو تخلیه بکند و بعد از آن وضو بگیرد. اما اگر این مشکل دائمی هست، مستمر هست، در این صورت حکمش این است که قبلا عرض کردم که وضویش با این نمیشکن شود، باز هم از نظر شرعی وضویش کاملا درست است و نمازش درسته. این جایز و ناجایز که شما میگویید معنایش چیست؟ معنای جایز یعنی این است که مجازه، شما میتوانید این کار رو انجام بدهید. ناجایز یعنی این که مجاز نیست، شما اجازه ندارید که این کار رو از نظر شرعی انجام بدهید. ببینید ما از نظر شرعی 5 تا حکم داریم از نظر شرعی برای احکام تکلیفی. احکامی که به عنوان عبادت هست و انسان باید انجام بدهد یا انجام ندهد، یا اینکه مختار است که انجام میدهد یا انجام نمیدهد. 5 تا حکم در این زمینه ما داریم. حکم اول این است که به اصطلاح فرض یا واجب هست. فرض یا واجب به اون کاری گفته می شود که الله و رسول یا شریعت اسلامی به صورت قطع به ما دستور دادند که این کار را شما انجام بدهید، مانند نماز، مانند نمازهای پنجگانه، مانند روزه رمضان، مانند حج، مانند زکات. اینها جز واجبات هستند یا جز فرایض هستند. البته فرض و واجب رو برخی از اصولی ها یک تفاوتی رو برایش قائل شدن، اما از نظر حکمش یکی هست. حکم فرض این است که هر کسی که انجامش داد ثواب دارد و اگر انجامش نداد گناهکار هست. در مقابل فرض و واجب یک حکم دیگری داریم به نام حرام هست. حرام کاملا برعکسش هست و حرام هم که میگوییم احیانا مثلا میگوییم که حرام، یا اینکه مثلا میگوییم که نامشروع یا ممنوع یا ناجایز، یا در زبان عربی میگن محظور. اینها تمام دلالت بر این میکنن که حرام هست. و حرام از نظر شرعی تعریفش این است که کاری که شریعت از ما خواسته که از انجام دادن آن باید پرهیز بکنیم. و حکم تکلیفیش این است که اگر کسی انجام و اگر انجام نداد ثواب دارد. حرام اینها یکی هستند و حکمش این و یا اینکه سنت اون کاری رو به اون کاری گفته میشه بدید. اما به صورت قطع و یقین در واقع چون این حکم سنت یا مستحب یا مسنون مانند این فرض کنیم که روزه گرفتن دوشنبه یا پنجشنبه یا نماز یا بعد مستحب یا سنت، یک حکمی دیگه مکروه یعنی کارهایی که شریعت توصیه کرده که اینها رو انجام قطع و یقین به عنوان یک دستور، یک فرمان نه، بلکه به عنوان یک راهنمودی هست که شما این کار رو انجام ندهید. این گونه کارها رو بهشون گفته می شود که مکروه. و حکم مکروه این است که اگر کسی از آن پرهیز بکند ثواب دارد، اما اگر کسی پرهیز نکرد گناهی برگردنش نیست، برعکس مستحب یا سنت. و یک حکم دیگر داریم به نام مباح. مباح یعنی جایز، یعنی یک کاری که هم انجام دادنش جایز هست و هم انجام ندادنش جایز هست. اگر کسی انجام داد خب اختیارش را دارد، اگر انجام نداد از نظر شرعی باز هم ممنوعیتی یعنی اشکالی وجود ندارد. انجام دادن و انجام ندادنش با هم دیگر یکسان است، مگر در مواردی که منجر به یک نوع حرام دیگری باشد که در اون صورت یک حکم ثانوی در این زمینه وجود دارد. اما در اصل مباح یا جایز به کاری گفته می شود که هم انجام ندادنش جایز هست و شریعت اسلامی این رو گذاشته به اختیار خود ما. آیا روز قیامت به جز مسلمانان همه
جهنمی هستند. هر کسی که دربری نازل شده به آن پیامبر زمان خودش ایمان آورده باشد بهشتی هست. هر کسی که با ایمان به پیامبر زمان خودش ایمان داشته باشد و با آن ایمان از دنیا رفته باشد، از نظر شرعی این در واقع وارد بهشت می شود. اما اگرش ایمان نداشته باشد، از دنیا برود، این کافر شمرده می شود. ادیان گذشته منسوخ شدند. حکم شرعی این است که هر کسی که مسلمان باشد، یعنی پیامبر آخرالزمان را قبول بکند و قرآن را قبول داشته باشد، مسلمان هست. در حال حاضر در دنیا اگر کسی الله و رسول را قبول نداشته باشد و مسلمان نباشد، از نظر شرعی حکمش این است که وارد بهشت نمی شود. خب دوستان عزیز، فکر میکنم به همین مقدار بسنده کنیم امشب و تا فرصت دیگر و برنامه دیگر شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.